ویدیو دیروز دیدید من آماده میشم برای عملم. امروز صبح حدود ساعت 7 از خواب بیدار شدم، 6 خورده ای از خواب بیدار شدم و آماده شدم که ببینم چه کار باید بکنم. 6:47 دقیقه در زدم، من بیدار شدم. من خواستم ببینم همه چیز آماده است برای اینکه احتمالا بعدش من آماده بشم برای اینکه برم اتاق عمل. شدم، صورتمو شستم، کرممو زدم، موهامو شونه کردم تا ببینم چی میشه. الان متخصص بیهوشی اومد، ساعت نزدیک به 8. سوالایی که دیشب پرستار هم ازم پرسیده بود و توی فرم وارد کرده بود و ایشون هم دوباره امروز پرسید. یه چکاپ خیلی معمولی انجام دادن و رفتن. تقریبا ساعت 8 و من هنوز منتظرم. ماسکمو زدم، آمادم و چقدر عالی که مترجم هم دارن. مترجم حالا به هر زبانی، زبان فارسی. منتظرم که مترجما بیان و من برم پایین برای سونوگرافی. سونوگرافی من انجام بشه. من چرا دارم با ماسک حرف میزنم؟ Çok güzel bir bayan. Çok güzelsiniz. اون دو تا خانمی که اونجا ایستادن خانمای فارسی زبان هستن که از صبح همراه من و کسای دیگه که اومده بودن برای جراحی و ایرانی بودن همراه ما هستن. هر جا که رفتیم برای آزمایش، برای سونوگرافی، حتی برای در مورد پرونده منتظرم الان اینجا که برم برای سونوگرافی و احتمال زیاد بعد از سونوگرافی بلافاصله جراحی. سونوگرافی هم تموم شد. الان نمیدونم دیگه قراره چی کار کنم. خب اولین که خوش آمدید و بیمارستان پیگشتی کلینیک. من فریحا هستم، ترجمان فورشاندین شفاخانه کلینیک هستم. خواستیم در مورد این که شما قبل از آمدن چی فکر می‌کردین و چی تو ذهنتون میگشت می‌خوایم که معلومات از شما بگیریم. حدود 3 ماهی هست که دارم تحقیق میکنم و یکی از دوستان دکتر انبر رو میشناختم و از طریق پیجشون کلا خیلی تحقیق کردم، لایواشون رو هم نگاه کردم و دکترهای دیگر رو و در نهایت انتخابم دکتر انبر رو. بین 83 تا 85 متغیر بودم، حالا تازگی کشیدم 81 کیلو بودم و دوستان واقعا وزن ایدئالم 55 کیلوه که خودم دوست دارم، ولی 60 تقریبا نرماله. اینقدر ناگهانی یه دفعه اومدن دنبال من آماده کردن، گفتن لباساتو عوض کن بریم اتاق عمل که دیگه اصلا من از ذهنم پرید که بتونم فیلم بگیرم از اون لحظه تو اتاق عمل رفتن و اینا. خلاصه رفتم اتاق عمل شدم. وقت تا کمتر از 1 ساعت بعدش برگشتم، اومدم توی اتاق، خوابم برد و به محض اینکه تونستم بیدار شم کمکم کردن پرستارای مهربون اینجا. لباسم رو عوض کردم و شروع کردم به راه رفتن. 4-5 ساعت خوابیدم چون این 2 شبم خوب نخوابیده بودم. یه درد خیلی کوچولویی دارم که قابل تحمل و توی شکم دیگه. من وقتی حرف میزنم درد بیشتر حس میکنم و همینجور راه رفتم. یعنی من توی هر فرصتی، چون خوابم میبرد دیگه، به هر حال چون مسکن میگرفتم و خسته هم بودم، خوابم میبرد، بیدار میشدم، بلافاصله راه میرفتم. یعنی من انقدر راه رفتم که پاهام درد گرفته بود از بس راه میرفتم، ولی خب این باعث شد که زودتر سرحال بشم، زودتر حالم خوب بشه و تا چند ساعت بعدش کاملا حالم
خوب بود. در مورد دکتر طاها انبرا پرسیدین. بله بچه‌ها، دکتر طاها انبرا ایرانی هستن و مدتیه که از ایران اومدن ترکیه و الان ترکیه زندگی میکنن و جراحی‌هاشون رو ترکیه انجام میدن. کلینیک خودشون رو دارن، یک کلینیک کاملا مجهز با تمام کارهایی که فکر کنید، جراحی پلاستیک، زیبایی، کاشت مو، کار دندون، همه کار تو کلینیکشون که همه این کارها انجام میشه و توی بیمارستان هم جراحی های این مدلی توی بیمارستانی که باهاشون قرارداد دارن کاراشو انجام میدن. خب حالا بخوام از تجربه‌ام بگم از بعد از عمل، دردش، شرایطی که داشتم، البته که من همه رو کاملا واضح و روشن براتون فیلمم گرفتم. زمانی که به هوش اومدم و چقدر عالی من به هوش اومدم، درست انگار خواب بودم بیدار شدم، یعنی هیچ زمان ریکاوری من در واقع نداشتم، به هوش اومدم. اون لحظه که به هوش اومدم بله درد داشتم، درد رو حس میکردم، ولی فقط برای اون 10 دقیقه‌ای که من از طبقه‌ای که اتاق عمل بود اومدم تا طبقه 8، یعنی توی آسانسور، توی این فاصله که لابلاش یادم میاد خوابم من میبرد، توی این فاصله فقط درد داشتم. به محض اینکه اومدم توی اتاق خب مسکن برای من زده شد و من دیگه هیچ دردی رو متوجه نشدم و بهتون میگم چند دقیقه بعدش بلند شدم، راه رفتم و اصلا درد دیگه نداشتم. دردی که واقعا اذیتم بکنه و خیلی ناجور باشه نه، اصلا نداشتم. گرسنگی اصلا اذیتم نکرد چون چیزی نخورده بودم اصلا، ولی گرسنم نشد، شاید به خاطر سرم هایی بود که میگرفتم. و راه رفتنم میبینید که خیلی آروم سعی کردم راه برم، به خاطر اینکه به حال چند تا بخیه کوچولو در حد کمتر از 1 سانتی متر روی بدنتون هست، به خاطر اون لوله‌هایی که وارد شکم میشه، چون جراحی بسته است و بهش میگن جراحی غیر تهاجمی. در جراحی خیلی سبکیه، جراحی خیلی کوتاهیه و در کمتر از زمان ممکن که فکرشو بکنید شما رو به نتیجه‌ای که میخواین میرسونه. برای کسایی که واقعا خسته شدن دیگه و 20-25 کیلو وزن خیلی سخته از دست دادنش. برای کسی که نمیتونه، من خودم فکر میکنم بهترین کار کردم برای خودم، دارم میگم بهترین تصمیم بود که گرفتم. واقعا دیگه خسته شده بودم از این تلاشی که 4-5 ساله من دارم میکنم. نه از غذا خوردنم لذت میبرم، نه از رژیمی که میگیرم لذت میبرم، همش مدام استرس و استراب دارم به خاطر اینکه گرسنمه، به خاطر اینکه یه چیزی که میخورم عذاب میکشم بعدش که چرا من اینو خوردم. خلاصه که خدا رو شکر راحت شدم. این هم از تکنیکایی که توی بیمارستان به من گفتن انجام بده، این باعث میشه باز هم زودتر خوب بشی و زودتر سر حال بشی، به بهبود تو، به سر حال شدن تو کمک میکنه و خیلی سریعتر به روزهای نرمالت برمیگردی. و منی که مدام توی این راهروها دارم راه میرم، رسیدگی فوق العاده است بچه‌ها، مدام مرتب بهم سر می‌زدن، حالا میپرسیدن. پرستارای گل ایرانی که اونجا هستن تعدادشون هم کم نبود، خیلی مهربون، هم خانوم هم آقا، دختر پسرای خیلی جوون. من کیف کردم واقعا از دیدنشون و خلاصه حواسشون هست دیگه، همه چی عالی. و این جورابایی که باید پای من باشه حالا و باز هم راه میرم، همینجوری راه میرم. 1 روز از جراحی من گذشته، یعنی من دیروز صبح جراحی شدم و امروز روز دومه و میتونم امروز یه همچین چیزی بخورم. یکیش آب کمپوته، یکیش آب مرغ پخته شده است. یعنی در واقع آب، هیچ چیزی نباید توی این آب باشه. یعنی شما میوه رو میپزین بدون اینکه لهش کنید، فقط اون آب کنارش رو میتونید بخورید. هیچ حس خاصی نداشتم، حتی امتحان کردم ببینم وقتی از گلوم میره پایین میره توی معدم من چیزی متوجه میشم، ولی نه، چیز خاصی متوجه نشدم. یعنی هیچ حس نمیدونم، چیزی حس نکردم. خلاصه همه چی خوب بود. چند قاشق خوردم، بیشتر از چند قاشق نتونستم بخورم و یکم استراحت میکنم، دوباره راه میرم، یکم به کارام میرسم، دوباره راه میرم
تا این 2-3 روزی که توی بیمارستان هستم کاملا سرحال بشم. میبینید کاملا مشخصه 1 روز بعد از عمل من کاملا سر حالم. حتی دیدید که خودم به تنهایی میتونم برم توی تخت، به تنهایی میتونم بلند شم، میتونم بشینم، میتونم پاشم. یعنی هیچ از این لحاظا اصلا سختی نداره. چون خیلی ها من دیدم دیشب نوشتن که خیلی عمل سختیه، خیلی فلانه، ولی نه، واقعا میبینید که همینی که هست دیگه. هیچ چیز سختی نداره. بلند و کوتاه شدن هم خودتون به تنهایی میتونید انجام بدید. و من دارم بهتون میگم خیلی راه رفتم. یعنی اگر عملی سختی باشه شما نمیتونید انقدر راحت تکون بخورید، انقدر راحت بشینید، پاشید، بلند شید. یکی از بچه‌ها نوشته بود که اینکه تنها بودی خیلی سخته و من دلم سوخت. نه بچه‌ها، واقعا من خیلی راحت ترم اینجوری. حواسم به خودمه 100%. یه حواسم به این نیست که مثلا اون همراه هم چی شد، اذیت نشه، چی کار میکنه. یکم خوابم میبره، میخوابم، به من که برم میشم دوباره راه میرم، دوباره میام میخوابم، دوباره راه میرم. با اینکه الان از 12 شب پریشب، ساعت 12 پریشب چیزی نخوردم، دیروز هیچی نخوردم، امروز هم هیچی نخوردم، ولی امروز تونستم یکم آب بخورم کوچولو، ولی گرسنه‌ام نیست به خاطر سرمایی که خب گرفتم دیگه. تا الان همش سرم بهم بس بوده، احساس گرسنگی نمی‌کنم. دارم کوچولو تازه آب میخورم و همه چی خوبه. هرچی بیشتر راه بری زودتر سر پا میشی. روز دومم تموم شد و بازم کل شب و راه رفتم. این روز دومه و من روز سوم مرخص میشم. این شب آخریه که من توی بیمارستان هستم و میبینم که کاملا دیگه میتونم بگم خوب شدم. خیلی از عزیزان حتی نمیمونن 3 روز توی بیمارستان. چیزی که من تحقیق کردم حتی توی ایران بعد از عمل مرخص میشن و میرن خونه. اینجا هم دیدم توی همین با دکترم برادرم خیلی ها خب همینجا زندگی میکنن، استانبول زندگی میکنن، بعد از عمل میرن خونه هاشون. ولی من ترجیح دادم بمونم. همونجور که میبینید یه شکمبند خیلی کشی، در واقع گشاده، اصلا سفت نیست، فقط برای اینکه گرم نگه داره همراه هم بود. نمیتونید بخورید، یعنی مهم نیست که مثلا یه چیز داشته باشه، هر چیزی که جویدنی نباشه. یک هفته اول مهم نیست که مثلا شیرین بود یا وقت مثلا عسل زیاد خوردین تو چای هستن، اینا اهمیتی نداره، چون هفته اول یه جورایی داره بدن نیاز داره به اینا. از هفته دوم همه غذاها رو به شکل نرم شده، له شده و از خدمتتون که مثل سوپ و آش بلند شده میتونین بخورین. هر چیزی. از هفته سوم هم غذا سفره رو میخورید، غیر از نون و برنج و ماکارونی. غیر از آره، اینا یه ذره خمیرن، یعنی گیر میکنن سر میدارن، همین بهتره که یه ذره دیرتر شروع بشه. من میخواستم بپرسم پودر پروتئین رو کی باید شروع کنم؟ داروهاتون کلا دارو مکمل. از فردا یکی آمبولیه رو دارید که روز یه دونه است، 5-6 روز کفایت میکنه. از فردا الان هم بهتون میزنن، این توی بیمارستان زدن بهتون. یکی میدونه قرص پنتوپرازول داره که یکی صبح یکی شب میخورید تا 20 روز. 20 روز بعد همه ویتامینایی که بهتون دادیم رو مصرف میکنین. منتها دکتر هم که بعد از عمل اومدن بهمون سر زدن، من میگم بهمون چون چند تا خانم دیگه هم بودن، ایرانیای دیگه که از کشورهای مختلف اومده بودن برای همین عمل، توصیه‌های لازم رو بهمون دوباره گفتن. روز آخره، اینم آخرین مسکنی که من دارم میگیرم و بعدش هم دارم میرم فرودگاه.